خیلی خوش اومدین به این بخش از ویدیو. مبحث اصلی امروزمون راجع به هاشورزنی و سایه هاست. قبل از هر چیزی ما گفتیم که ما دو نوع مداد داریم، مدادهای گروه H و B که البته مدادهای F هم هستن که مثل همون مدادهای H هستن. گفتیم که هر چقدر شماره این مدادها بالاتر میره، یعنی B2، B4، B6، مدادهامون پررنگتر و نرمتر هستش. چند تا نکته هست که حتما باید در نظر بگیرین راجع به این مدادها. گفتیم که هیچ وقت مدادهای بمون رو مخصوصا وقتی شماره مدادها بالاتر میره رو هیچ وقت هم از زیاد بتراشیم، چون مدادهای نرمی هستن و خیلی زود میشکنن و این که مدادی که میخرید به هیچ عنوان نباید از دستتون بیفته، چون اون در ظاهر سالمه ولی از داخل خورد شده و وقتی میتراشین نوکش میشکنه. ما سایه هامون رو یا با نوک مداد یا با پهنای مداد میتونیم بزنیم. سایه هایی که با نوک مداد هستن سایه های تیزتر و سایه هایی که با پهنای مداد هستن سایه های پهنتری هستن. ما با 3 روش میتونیم سایه بزنیم. روش اول تغییر دادن مداد هامونه، یعنی جاهایی از طرحمون که کم رنگ تره مدادهای H و جاهایی که پر رنگ تره مداد هامون رو تغییر میدیم و مرحله به مرحله طرحمون رو سایه میزنیم. روش دوم کم و زیاد کردن فشار دست هستش، یعنی ما با یک مداد، مثلا مداد HB، میتونیم بی نهایت طیف‌های مختلف سایه هامون رو بسازیم. روش سوم کم و زیاد کردن فاصله خطوط هاشورزنی هستش. الان روی کاغذ بهتون نشون میدم. خب من اینجا یک سری جدول بندی براتون کردم. بچه‌ها لازمه که این بخش رو که مقدمه سایه زنی هست خوب تمرین کنید. بعد از اینکه این روش رو یاد گرفتیم به راحتی میتونید با مدار رنگی حتی خودکار سایه های مد نظرتون رو بزنید. ابتدا ما از پررنگ ترین بخشمون شروع میکنیم که اون پررنگی اول دستمون بیاد و شروع میکنیم با پررنگ ترین مدادی که داریم. اینجا برای ما مداد B8 هست. شروع میکنیم با یک فشار دست یک میزان به سایه زدن. سپس خونه بعدی رو با مداد کمرنگترمون که اینجا مدادمون شماره‌اش B6 هست شروع میکنیم با همون فشار دست یک میزانمون سایه بعدی رو به زدن. و اگه سعی کنید تا میتونید حتما سایه هاتون در یک جهت باشه و در جهات مختلف نزنید. و اگه بچه‌ها من اینجا صورت ویدیو رو یکم بردم بالا، شما باید سعی کنید که خیلی آرومتر و با حوصله تر این کار رو انجام بدید، چون که این ویدیو جنبه آموزشی داره و نمیخوام که از حوصله خارج بشه. و همینطور هم خونه بعدی رو با همون دو روش قبل، یعنی تغییر مداد که اینجا مدادمون B2 هست، مثل خونه های قبل شروع میکنیم به سایه زدن. و سپس با مداد کمرنگترمون شروع میکنیم به زدن خونه بعدی که این کارو من که توی روش من سعی کردم که از پهنای مداد استفاده کنم. شما میتونید با نوک مداد هم برای سایه هاتون استفاده کنید. و اینکه خونه آخر رو هم برای اینکه اون سفیدی کامل نشون داده بشه رو سایه نمیزنی و همونجوری که هست میذاریم باقی بمونه. پس مرحله اول شد تغییر مداد با فشار دست یک میزان. توی روش دوممون تنها کاری که میکنیم با استفاده از یک مداد که من اینجا از مداد B2 استفاده کردم، فقط با فشار دستمون، یعنی با کم و زیاد کردن فشار دستمون ما سایه ها رو ایجاد میکنیم. یعنی من اینجا که پررنگ ترین سایه‌مون هست رو با فشار دست زیاد سعی میکنم اون تیرگی رو ایجاد کنم. سپس خونه بعدی رو با فشار دست کمتر شروع میکنم به همون روش سایه زدن. تنها فرقش اینه که من فشار دستم رو اینجا کمتر کردم.
بچه من تو این ویدیوها دارم تجربه های بالای 10 سالمو براتون میذارم و ازتون میخوام که خوب اینا رو تمرین کنید و حتما تنها کاری که ازتون میخوام اینه که حتما ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو دنبال کنید. همونطوری که گفتم خونه آخر رو ما خالی میذاریم. پس اینجا شد فشار دستمون. مرحله سوممون. تو مرحله سوم تنها کاری که میکنیم اینه که فاصله هاشورهامون رو کم و زیاد میکنیم. یعنی اینجا که پررنگ‌ترین بخشمون هست هاشورهامون رو بدون فاصله و در کنار هم چسبیده قرار میدیم که این کار رو میتونید با نوک مداد یا پهنای مداد هم استفاده کنید. اینجا تنها کاری که میکنیم فشار دستمون یکیه و اون مداد هم یک مداده. فقط فاصله هاشورهامون رو از هم دیگه دورتر میکنیم و این روشنایی به وجود میاد. بچه شما بی نهایت سایه میتونید بزنید با فشار مداد، تغییر مداد، فاصله هاشورها. فقط به 5-6 تا گام خلاصه نمیشه. یعنی اینکه هر چقدر فاصله هاشورهامون از هم بیشتر باشه سایه های کم رنگ‌تری داریم و هر چقدر فاصله خطوط به هم بیشتر باشه سایه های پررنگ‌تری داریم و با تکرار هاشورهامون روی هم دیگه سایه هامون رو پررنگ‌تر میتونیم بکنیم. از شد تغییر مداد، فشار دست و فاصله خطوط هاشورهامون هستش. این دیگه بستگی به خودتون داره که از کدوم سبک بخواید استفاده کنید. امیدوارم این بخش از ویدیو براتون مفید باشه. خدا نگهدار.